با تماشا بیننی شبکه بهارستان. من محمد جنی نوروز هستم. این لحظه من با شما درباره 4 فصل سال و خصوصیات آنها نقل کرده یک جا مصلحتم میدهم. با دقت باشه. میدونی چی؟ هر فصل سال خصوصیت و زیبایی خود دارد. آیا شما این را درک کردید؟ البته هر فصل سال را ما در وقت و ساعتش احساس میکنیم. همینطور نه؟ دوستان عزیز، شما چی میدونید؟ یک سال 12 ماه دارد و با 4 فصل سال تقسیم شده است. بهار، تابستان، تیر ماه و زمستان. فصل بهار با ماه‌های مارس، اپریل و می راز می آید و زیباترین فصل سال است. طبیعت از نو بیدون می شود. تمام نوعی نباتات مثل در همین فصل می سبزند. بهار فصل ویتامین ها می پوشد، چون که همه سبزیجات هایی که ویتامین و مینرال های فایده ندارند در بهار می آیند. در این فصل ما می توانیم از آنها بیشتر استفاده کنیم. مقاومت ارگانیسم را خوب گردانیم. تابستان ماه‌های ایون، ایول و آگوست را در بر میگیرد. این ماه‌ها با تعطیل تابستانی ما راز می آید. بنابراین در این فصل ما همه استراحت کرده سر و گشت میکنیم. میدونی چی؟ تابستان فصل گرم است. گرمی زیاد با سلامتی ما بچگان زیان میرساند. بنابراین ما باید در این فصل احتیاط باشیم. زیر آفتاب نگردیم. بهترش با سر و گشت بگردیم برویم. چیز دیگر را فراموش نکنید. از بس که تابستان فصل میوه هاست، حتما آنها را شسته بعد استعمال کنید. میوه نشسته است یک سببی پیدایشی بعضی بیماری شده میتواند. تیر ماه فصل زرینی سال به شمار میرود. با این فصل ماه‌های سپتامبر، اکتبر و نوامبر راز می آید. با این ماه‌ها حرارت‌ها پست شده، روزها کوتاه خواهد شد. فصل خزان‌ریزی است. نظر با فصل تابستان ساکن است. از سببی که تیر ماه با اول روزهای دانش راز می آید، ما به مکتب می رویم. اما وقت با خود چتر گیرید. از بالای لباس سبک حتما بالا پوش باور کنید، چون که در تیر ماه باران بسیار می بارد و شمال سرد دارد. وگرنه شما خورده و بیماری زکام دچار می شوید. زمستان فصل خیلی زیبا ولی سرد است. با ماه‌های دکامبر، ژانویه و فوریه راز می آید. فصل افسانه‌ای است. برف می بارد. طبیعت رنگی دیگر می گیرد، یعنی سبزسفید می شود. البته این فصل سال را ما بچگان بی‌صبرانه انتظار می شویم. فکر می کنم شما با شوق و ذوق برف بازی، لیژرانی و چوگان بازی را خیلی دوست می دارید. همینطور نه؟ اما در این فصل ما خود را باید بیشتر احتیاط کنیم، چون که فصل سرما است. لباس گرم پوشیده، هرگز آب خنک ننوشید. دستهایتان را در آب خنک نشویید. همسایه‌ان عزیز، این لحظه وابسته با فصل‌های سال من برایتان یک چند نصیحت مفید را پیشنهاد کردم. در آینده باز کوشش میکنم که درباره دیگر موضوع
با شما صحبت کرده یک چند نصیحت‌های مفیدی هم بگذار. همیشه صحت و سلامت باشیم. خیر.